انعام اسماعیلوف هر روز به بازار می آید که قسمی از تجارتش را در اینجا از دست داده است. از 3 دکان خانواده اسماعیلوف بعد بازسازی بازار سوقدیان حالا تنها 2 دکان مانده است. 3 دکان داشتم، 10 11 12. البته اینها زوران ایران کده از نو میسازیم برای از نو ساختن اینها کادرت کم کرد. کادرتی هر یک تا کانتینر 4 بود. من 3 تا کانتینر ما بود. جای 3 تا کانتینر دادم به 2 تا داد. یک تاش اینها نداده فایده خودش به گیفت. از 3 دکان خانواده اسماعیلوف یکی از خودش و 2 دیگر از همسرش بوده است. انعام میگوید دکانش را از دست داد و 1.5 سال است که بیکار است. انعام اسماعیلوف تلاش دارد مثل پیشتر در همسایگی همسرش دکان بگیرد. او 73 ساله و معیوب درجه 1 می باشد. 8 ماه قمت و کدام 4 بار رجب احمد داده و 2 بار انور یعقوبی و 1 بار بهادر زاده و 2 بار خال حیدر. حل شد یا نه خال حل شد دیگیش نه. مرکز تجارتی سوقدیان یک از 6 بازار بزرگ در گردش شهر گلستان و یا قیرقوم پیشتر است. پیشتر دکان‌های آن عمدتاً از کانتینرها عبارت بود. مالک بازار آن را از نو ساخت. آنها دعوای دکاندار پیشتره خود اسماعیلوف را قبول ندارند. دو مغازه گفتن، مغازه زمانوی. پیشتر و مایده بود کانتینرشون. آب میچکید و میچکید. تازه من بازار از نو سازی شده باز نو شدگی. با امی سواب باز هایی مشوی کانتینر تیپ شده باشن اگر از این باز راسته نو تیم نه ویم ما دکار نه اینجا اما راسته یونانگی اونجا داده نمیشد و همش وسیع شده چندین تا مغازه های گم شده برافت. مسئولان بازار سبب تنگ شدن جای دکان‌های اسماعیلوف را به بازسازی بازار و وسیع شدن نقطه‌های فروش ربط می‌دهند. مسئولان میگویند وقتی برداشتن کانتینرهای پیشتر کار ناشایان گردید و با نرخ ناچیز به آهن پاره رفت. پاسخی که اسماعیلوف قبول ندارد و میگوید مالک بازار آن را فروخته است و باید جبران کند.